یادتونه که من در 2 یا 3 فایل قبل بهتون توضیح دادم که مشرب ها ترکیبی هستند از کدها و وقتی که من کدها رو میام جداگونه بررسی میکنم یک سری خصوصیاتی رو باید توش ببینم و بعد از اون گفتم در استعاره شیرخرمالو من یک خروجی میبینم که هیچ شباهتی به اون جزئیاتی که من در موردش صحبت کردم نیست. SP یکی از هموناست. شما اگر یه دونه کد ISTJ رو بیارید و زیرش بنویسید ISTP، ما اصطلاحاً در MBTI میگیم که پل وجود داره. میگیم این دوتا آی با هم دیگه ISTJ و ISTP جفتشون یه آی دارن، جفتشون S دارن، جفتشون T دارن. خب یه دونه J و P شون با هم فرق میکنه. خب میگیم چه کامپتیبیلیتی جذابی، همه این گروه همه کداشون که با هم یکیه. حالا تهش هم یه J یه کمی منظم تره، کمی سختگیرتره، P هم کمی انعطاف داره. بریم توی SP ها ببینیم که این دو گروه SJ و SP که یه کد با هم فرق دارن چقدر با هم دیگه شبیه هستن. SP ها در یک قطب دیگه حرکت میکنن. SP ها فوق العاده آدم‌هایی هستند که میتونن برخلاف جریان رود شنا بکنن. انعطاف به شدت زیادی دارن. خلاقیتشون بی‌نظیره. آدم‌های مبتکر و مخترعی هستند و تنها نیازی رو که برای خودشون در نظر نمیگیرن ثباته. برخلاف SJ ها که خیلی ثبات براشون اهمیت داشت، اینها از اون نیازهای اصلی که ما صحبت کردیم تنوع طلبی رو انتخاب میکنن. تنوع طلبی یکی از نیازهای این گروهه. در زیر مجموعه تنوع طلبی هیجان هست، رنگ هست، زیبایی هست. در زیر مجموعه شون تفریح هست، خوشگذرونی هست، لذت دنیوی هست و اینها انگار تو این دنیا اومدن که ازش لذت ببرن. SJ ها خیلی آدمایی نیستن که بخوان در دنیا به لذت بپردازن، هرچند که ما در مورد آدم ها صحبت میکنیم و نمیتونیم بگیم که این آدم ها حتما از زندگیشون لذت نمیبرن. نه، ولی اغلب که نگاه میکنیم بیشتر داره به اصول، به قواعد، به اجرا سازی ها، به مشکلات داره میپردازه، داره راه حل میده، داره زیر ساختار رو درست میکنه، خیلی مشغوله، خیلی گرفتاره، خیلی کار میکنه. ولی SP ها نه. SP ها خیلی دوست دارن که از زندگیشون لذت ببرن. میگه خب برای چی من همین کار بکنم؟ تو این مثلا کار کردی کجا رو گرفتی؟ آخرش که میخوای بمیری، پس امروز رو کیف کن. ما گفتیم SJ ها آدم هایی هستند که گذشته محورند، خیلی به حال توجه نمی کنند. میخوام بگم که SP ها خیلی به گذشته توجه نمی کنند، علیرغم اینکه حافظه گذشته خوبی دارن، جزئیات گذشته هم خوب یادشون میمونه، آدم های ریزبینی هم هستن. ولی الان من لذت برد، الان من جوونم، الان من 20 سالمه، الان من میتونم زندگی بکنم، الان میتونم تجربه بکنم. گروه های SJ وقتی به ثبات فکر میکنن، پس یک سکونی در این آدم ها میبینی، یک سکوتی در این آدم ها میبینی، یک کندی در این آدم ها میبینی. ولی اینها برعکسش اصلا یه جا بند نیستن، اصلا یه جا نمیشینن. اینا دائم هیجان دارن، دائم تحرک دارن و من مقایسه میکنم اینها رو در نهایت که این گروه ها چه تفاوتی با هم دیگه دارن. ولی الان بریم ببینیم که خود SP ها چه مشخصاتی دارن. SP ها آدمای خوشبینی هن. مثلا SJ خیلی سعی میکنه که یک واقع بینی رو داشته باشه، هر از گاهی به سمت بدبینی میره. اینا خیلی خوشبینن، در کل خیلی به نسبت بقیه خوشحالتر هم هستن. آدم‌هایی هستن که خیلی خوب انگیزه میدن به دیگران. انگیزه دادن اینا خیلی جذابه. اون که میاد صحبت میکنه پر از ایده است، پر از انرژیه. بمب انرژی این گروه درونگراهاشون هم باز به نسبت بقیه پر انرژی ترن.
یادتون میگفتم اونا مثلا منزوی ترن، ساکت ترن، اینا درونگراهاشون هم شلوغ ترن. آدمای بازیگو چیان؟ شیطنت زیاد میکنن، ذاتن آدمای شیطونی هن. خیلی شجاعن. حتی این شجاعی بعضی موقع کار دستشون میده، یعنی حتی که این شجاع بودنشون باعث میشه که خیلی هاشون در سن پایین از بین برن و دنیا رو ترک بکنن. اسپی ها گروه های هستن که عاشق خطرن، مثلا عاشق ورزش های هوایی هن، عاشق موتور سواری، عاشق سرعت و عاشق نمیدونم کارهای پرخطر و خودشونو بگیرن از در دیوار آویزون بکنن و بانجی جامپینگ و این پارکور و نمیدونم یه دکلا بگیرن برن بالا و مرد عنکبوتی دیگه. مرد عنکبوتی اسپیه، این کاراکترشو بخوایم بدونیم. آدمایی که سریع میشن، هرچی اس جی ها کند بودن اینا سریعن. کیفیت تو کار کدومشون بالاتره؟ قطعا اس جی ها. اس پی ها کارشون متاسفانه خیلی کیفیت نداره. اصطلاحاً بزن در رو مال این گروه میشه. آدمای سازگاری هن، خیلی خوب انعطاف دارن، یعنی سریع میرن توی شرایط خیلی خوب میتونن اونجا رو بگیرن. من اصلا میگم دیگه، میگن اس جی ها یه جورای جامدن، اس پی ها یه جورای مایعن، یعنی تقریبا تو هر ظرفی برن اون شکل رو به خودشون میگیرن. آدمای اغواگری هم هستن. حالا اغواگری اگه مثبت بخوایم تلقی بکنیم که خب خیلی خوبه، اگه بخوایم به منفی ببریم خب ما میتونیم که بگیم این آدم ها مستعد کارهای خلاف هم هستن. نمیتونم ببین الان من جمله رو میگم برمیداره یکی تیکشو برمیداره میگه که آره اینا گفته اسپی ها خلاف کارن. نه، اسپی ها مستعدن. چرا؟ چون تنوع طلبی دوست دارند. تو تنوع طلبی ممکنه که تو حق انتخاب ها تو وقتی زیاد میکنی ممکنه لابلاش همیشه گزینه‌های خوب نباشه، ممکنه 4 تا گزینه بعدم این وسط بیفته. ممکنه که اینا به شورت کات ها خیلی فکر میکنن، خیلی دوست دارن که میان بر بزنن. خب خیلی از این میان بر زدن ها نگاه میکنید که داره یه قانونی رو دور میزنه. مثلا اسپی ها در آیتی خیلی موفقن، میتونن هکرهای خیلی خوبی بشن اسپی ها. خب اصلا ذات هک ببینید چیه. خب از اینجا خیلی مهمه که اغواگر رو چجوری داریم معنا میکنیم. متقاعد کننده های خیلی خوبی هم هستن این گروه و کلیتشون رو بخوام بهتون بگم آدم های خلاق، هنرمند، خوشخنده، خوشرو، عاشق زیبایی خیلی دوست دارن. واسه همین با رنگ ها خیلی خوب ارتباط میگیرن. مثلا اس جی ها خیلی دوست داشتن لباسشون رو ست کنن، اس پی ها خیلی دنبال ست کردن نیستن، اتفاقا خیلی تضاد دارن توش ولی جذاب و باحاله. مثلا اگه بخوام بهتون بگم این فشن مود هایی هستش که خارج از ایران برگزار میشه و طرف میاد یه دونه لونه کبوتر رو سرشه، یه لاف کورسه انداخته روش، نمیدونم صندلی ماشین آورده چسبونده به خودش، یه چوب اسکی کرده پشتش داره راه میاد. مثلا بعد ما میگیم که واو این چرا اینجوریه، این لباسو کجا میپوشن؟ خب بهتون میگم طراحای اینا اسپی ها هستن. مثلا اسپی ها یه کارهای عجیب غریب و خلاقانه ای انجام میدن. روابطشون خوبه، باهوش هستن. یعنی خب باهوش بهتون بگم چون ما در مورد هوش های زیادی داریم اینجا بحث میکنیم. من هوشی که اینجا منظورم هستش هوش های منطق و ریاضی تو این گروه ها بالاست. IQ معمولا تو این گروه ها بالا هستش. خیلی پر انرژی هن. مثلا ما گفتیم درونگراها انرژیشون کم میشه وقتی در جمع قرار میگیرن. اینا نه، اینا یه مقداری انگار باتریشون ظرفیت بیشتری را داره و پر هدفن. انقدر اینا هدف زیاد دارن که به هیچ کدومش نمیرسه. من همیشه میگم یه SJ اگر یه SP رو بذاره کنار خودش میتونه یه تیم خیلی خوبی باشن. SP میتونه یه عالمه ایده بده، SJ میتونه ایده ها رو بره اجرا بکنه. از یه SP شما نظم نخواید، اصلا آدم منظم نیست. از یه SP کار بخواید، نتیجه رو بخواید، دنبال فرایند نباشید. یعنی یه SP مرگ براش که بهش بگن که تو 7 صبح باید بری ساعت بزنی، نمیتونه این کار انجام بده، فرسوده میشه، همش داره دیر میره، همش داره بهانه میاره، وقتی هم که میاد داغونه. SP میگن که ممکنه که ساعتش اگه آزاد باشه فکرش خیلی راحت تر
کار میکنه. حالا در مورد مقایسه ها، در مورد مشاغلشون بهتون میگم، چه اشکالی رو اینا میکشنم بهتون میگم، چون اینا رو میخوام سینک بکنم با شخصیت شناسی اشکال، ولی فعلا خصوصیات این دوتا رو با هم داشته باشید. آدم های بی تعهدی میشن. اینا نکته منفی که دارن، یعنی به عنوان صفت دارن حمل میکنن با خودشون، جز شخصیت ذاتیشون نیست، شخصیت رفتاریه که اینها میان میگیرن و اینا مستعد این گروه هستن. تعهد نداره، تعهد به ساعتش نداره. مثلا یه SP، مثلا یه SJ شاید نسبت به چکش خیلی مقید تر باشه تا SP راحت میگیره. نمیخوام بهتون میگم کلاه برمیداره ها، نه، ولی یه SP راحت میگیره، یعنی اون تعهد رو نداره. میگه آقا مگه تو من نگفتی من 8 صبح میام سر کار؟ خب الان ساعت 8:40 است، میام فردا، میام پس فردا باز همینه، پس اون فردا باز همینه. همین شکلی اینا اون تعهد رو نمیدن. میگم دیگه عاشق شورتکات هستن اینا. تنوع طلبن. ببین تنوع طلبی جزو نیازهای آدماست، خیلی هم خوبه، ولی وقتی که این تنوع طلبی تو زیاد میشه ممکنه که آزاردهنده باشه واسه افرادی که پیرامون تو هستند. خیلی زود فراموشکارن، اهمالکارن، خیلی زود انتخاب میکنن، زودم پشیمون میشن ازشون، که ما میگیم دمدمی رو تو این آدمو زیاد میتونید ببینید. بد قولن و خب زبونشون هم مقداری نسبت بقیه تلختره. اگه بخوام در مورد حیواناشون بهتون بگم، یه حیوانهایی مثلا مثل روباه، مثل سنجاب، مثل خرگوش، ما میتونیم که اینها رو در این کاتگوری بگنجونیم. تو فایل بعدی میخوام که این دو گروه رو با همدیگه مقایسه بکنیم، ولی یه چند تا فیلم ببینید ازشون و افراد بزرگی رو برید خودتون سرچ بکنید. من یکیشو بهتون گفتم که آقای ترامپ، از خودمونیا بخوام بگم که آقای نوید محمدزاده، یا عزیزانی که در بدلکاری بودن و اینها کسایی هستن که حالا جزو کاراکترهای SP هستن. ورزش ها و علایق و شغل ها و مقایسه رو من در فایل بعدی خدمتتون میگم.